یک نفر ساکنی شهر دوشنبه با ارسال نوار که در آن حالت با صدای بلندش نام و حقارت دادن یک نفر جوان دختر در وقت شبانه انعکاس یافته است، از ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه درخواست نموده است تا نسبت ویران کنندگان ترتیبات چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه وابسته به سنجش حالت مذکور ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت معین گردیده است که این حادثه شب 31 ینور با 1 فوریه سال جاری تقریبا ساعت 2 شب در حدود ناحیه شاه منصور نزدیک قهوه‌خانه نیویورک رخ داده است. خبر معین گردیده است جوان دختری که در نوار انعکاس یافته است شهروند عبادова زهرا زیاداللهیونا سنه تولدش 13 ایول 1997 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قربویف می باشد. ضمن سنجش حادثه معین کرده شد که نامبرده تخمینا ساعت 2 شبانه با قهوه‌خانه نیویورک برای گرفتن تلفن فراموش نموده برادرش می آید که در این حالت نسبتش کارمندان قهوه‌خانه مذکور دغلانه رفتار نموده او را مورد آزار و تحقیر قرار می دهند. سپس در جواب چنانه که در نوار دیده می شود شهروند عبادова زهرا نیز با سخنان تحقیرآمیز و با الفاظ قبیح و صدای بلند کارمندان قهوه‌خانه را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده آرامی جمعیتی و آسوده‌حالی شبانه شهروندان را خللدار ساخته است. می افزاید منبع. اطلاع داده می شود که وابسته به حالت مذکور برای آزار و تحقیر و دشنام جوان دختر شهروندان یرمخمدوف علیجان فیضلیویچ سنه تولدش 17 اکتبر 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه مأمور قهوه‌خانه نیویورک کبودوف طاهرجان کومیلجانویچ سنه تولدش 20 نوامبر 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نصرتالله مخصوم کارمند قهوه‌خانه نیویورک کبودوف فروخ صابرجانویچ سنه تولدش 15 ینور 2005 استقامت کننده ناحیه رودکی دهه بالاشهر کارمند قهوه‌خانه نیویورک دستگیر گردیده نسبت همه نامبردگان طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده و با قرار سود نسبت هر 3 نفر کارمندان قهوه‌خانه نیویورک حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روزی تطبیق کرده شده است. اینچنین در اساس قرار سود نسبت شهروند عبادова زهرا طبق طلبات همین ماده بنابر سبب در تربیتش داشتن کودک نابالغ شرطاً جزای سبکتر در نمود جریمه به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها تعیین کرده شده است.